بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم تا پیغمبر بود شیعه و سنی نبود، رهبر همه خود پیغمبر. بعد از پیغمبر ما فقهمون از اهل بیت گرفتیم، اهل سنت هم فقهشون از 4 تا عالم دیگه، امام احمد حنبل، ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی. هنوز یه دقیقه نشد. من که فقه ما از اهل بیت گرفتم 3 تا آیه قرآن داره. قرآن راجع به اهل بیت نصفشون هم میگم، نصف شما بگید. قرآن راجع به اهل بیت به کلمه اهل بیت که میرسه میگه یطهرکم یعنی معصومن. هیچ که نگفته یطهرکم ولی ابو حنیفه و شافعیه، نه شیعه گفتن نه سنی. 2 اهل بیت قرن اول هجری بودن. 4 تا آیت الله شما ابو حنیفه و مالک و شما همه قرن دوم متولد شدن. ما اهل بیت یه قرن جلوتره. قرآن نصفش هم میگم، نصف شما بگید. قرآن میگه والسابقون السابقون، ما یه قرن سابق. 3 تمام اهل بیت چه شدن؟ یکی از آیت الله شما یه سیلی نخورد. قرآن میگه فضل الله المجاهدین. یه دقیقه ما تموم شد. من شیعه هستم به دلیلی که فقه مرکزی گرفتم. 1 معصوم است یطهرکم، 2 یه قرن جلوتره و سابقون السابقون، 3 در راه خدا شهید شد قتلوا فی سبیل الله. این 3 تا آیه. من شما اگر یک آیه خوندید چرا دینت از ابو حنیفه گرفته الان سنی میشن و تو تلویزیون پاکستان مصاحبه میکنم که قرائت شیعه اومد تو پاکستان به همین قرآن هم چی شد. افتخار